با آنکه مطالعه در تمامی جوامع نقش بارزی داشته و همچنان آگاهی افراد را بالا میبرد، اما اکنون برخی از کتاب فروشان بادغیس از کاهش فروش کتاب در این ولایت سخن میزنند. آنان دلیل کاهش فروش کتاب در این ولایت را پایین بودن سطح آگاهی افراد و همچنان بسته بودن مکاتب و مراکز آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم عنوان میکنند. این کتاب فروشان انتظار دارند تا دولت در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گام برداشته و همچنان افراد را به کتابخوانی دعوت نماید. سابق خیلی ما فروشات کتاب در روزانه 30-40 هزار ما سودا داشتیم. حال روز 2000 هم نمیشه. مجبور به دمی حالت پیش بر مجبور این دکان ما بسته کنیم. در گذشته دیگه خوب بود، مکتبا باز بود، کورس‌ها تماما باز بود، کتاب زیاد میگرفتن، خانوما کتاب میگرفتن، دخترها کتاب میگرفتن، آقایان هم میگرفتن، ولی حالا از کتابخانه بخی دور هستن، کتاب مطالعه بخی کم. از سوی هم آگاهان عواقب این موضوع را نگران کننده عنوان نموده و پیشنهاد دارند که در راستای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گام برداشته شود. سهولت‌های بیشتر را فراهم بکنن، زمینه آموزش بیشتری فراهم شود، دیگه مسابقات و روش‌هایی را اتخاذ بکنن مبنی بر این که کتاب خواندن و کتاب خریدن مصرف نیست بلکه یک کار ارزشمند است. با این همه مسئولان محلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی، فراهم شدن کتابخانه‌های رایگان و موجودیت کتاب به گونه سافت در سایت‌ها را از عوامل کاهش فروش کتاب می‌شمارند. مسئولان میگویند برنامه‌هایی را برای ترویج فرهنگ مطالعه راه اندازی نمودند و در آینده هم نمایشگاه‌هایی را مبنی بر گسترش این فرهنگ در پیش خواهند گرفت. پلان آینده ما در قسمت بالا بردن فرهنگ مطالعه تدویر برنامه‌های رادیویی است که ما بتونیم از طریق رسانه‌ها برنامه‌های را اندازی بکنیم که در اون تمام نقاط ولایت بادغیس کسایی که تا جایی که ممکن است که به رسانه‌ها دسترسی داشته باشند بتونن از فیض ببرن و برای ببرن. به اون ترتیب تدویر نمایشگاه‌ها هم در پلان آینده ما هست. باید گفت که سرانه مطالعه در کشور پایین بوده و افراد کمتر به کتاب و مطالعه روی می‌آورند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.